پسر خوبی؟ حالت خوبه؟ بهتری؟ چرا اینجایی؟ یه سوال دارم، یه سوال ازت دارم. تو خجالت نمیکشه به مادرت زور میگی؟ به تو چه؟ به تو چه نداره؟ به تو چه نداره؟ میزنم دندوناتو این اسمارتیس خورد دادی یا بسر؟ آدم به این مادر زور میگه؟ خدایی دلت میاد به این مادر زور بگی؟ این کل جونشو گذاشته تو قد بکشی، این زندگیشو گذاشته تو به یه جایی برسی، بعد به این مادر تو زور میگی؟ Nadanmadandı. O bu örgədi. Bir de yoldan یه چی بهت بگم؟ میدونی الان از چی دلم میسوزه؟ از اینکه نیم ساعت تو راهیم، تو این نیم ساعت داره به من میگه تو رو قرآن بچم دست نزن، یا این امید منه، زندگی منه. خدا razı بشه. بعد تو زور میگی برای من فلان غذا رو درست کن، فلان کارو کن، خونه رو خالی کن، میخوام با دوست دخترم بیام. این مادرتو نصف شب میفرستی بیرون که با دوست دخترت بری خونه؟ حضرت عباسی خجالت نمیکشی؟ نه اینجوری نبود، یهو اینجوری شد. خیلی خوبه. هرچی من میخوام این خوشبخت بشم. با آدمای نامرد سیگاره راه نره، تمیز بگرده. خوشبختیش میخوام من. سلامتی نمیخوام من. ببین به جون مادرم الان تنها دلیلی که اینجا وایسادم کاریت نرم مادرت پیشت وایساده. مادرت مادر منه. من دستشم میبوسم، خب دستبوس همه مادرام، ولی قدرشو بدون پسر جون. خیلیا لهله میزنن یه بار دیگه پدر مادرشون رو ببینن. نکن این کارا رو، باشه؟ نه کاشکی میشد بهت بگم چقدر صدا تو دوست دارم، چقدر مثل بچگیام